به نام خدا. در این آموزش شما را با کلیات زبان لینک آشنا خواهیم کرد. باید به این نکته اشاره کنم که هدفهایی که از ایجاد این آموزش داشتم ارائه مطالبی در مورد جزئیات لینک نبوده، بلکه یک تعریف کلی از لینک رو خواهیم داشت. همچنین کار دیتا پرووایدر رو مورد بررسی قرار میدیم. در ادامه با ارائه چند مثال شما رو با نحوه کوئری گرفتن با لینک آشنا خواهیم کرد و در نهایت با ایجاد یک دیتا سورس به عنوان مثال یک بانک اطلاعاتی و استفاده از یک دیتا پرووایدر به عنوان مثال اینتیتی فریمورک کوئری گرفتن از جداول بانک اطلاعاتی و عملیات‌های افزودن، ویرایش و حذف به وسیله اینتیتی فریمورک رو مورد بررسی قرار میدیم. اما بریم سراغ لینک. یک تعریفی از لینک داشته باشیم. لینک مخفف Language Integrated Query. میتونیم لینک رو اتصال معنی کنیم. باید بگیم که لینک یک تکنولوژی است که ما به وسیله اون میتونیم با هر منبع داده ارتباط برقرار کنیم. به عنوان مثال همونطور که در تصویر مشخصه، منبع داده ما میتونه یک فایل تکست باشه، یک فایل XML باشه، محتویات یک USB فلش باشه، اکانت ایمیل باشه، یک بانک اطلاعاتی باشه، فایل های آفیس مثل اکسل، PDF و هر چیزی که به عنوان یک دیتا سورس بشه تعریفش کرد، ما میتونیم با لینک با اون ارتباط برقرار کنیم. پس در واقع لینک یک زبان کوئرینگ ساده و سطح بالاست. در ادامه باید به این نکته توجه داشته باشیم که وقتی ما از کوئری حرف میزنیم شاید ذهنمون به سمت کوئری گرفتن از بانک اطلاعاتی سوق پیدا کنه. پس همونطور که گفتم باید به این نکته توجه داشته باشیم که لینک صرفاً یک زبان برای دسترسی به داده ها در یک بانک اطلاعاتی نیست و برای این کار ساخته نشده، بلکه لینک زبانی است برای کوئری گرفتن از مجموعه ها یا هر منبع داده‌ای. همونطور که در تصویر مشاهده میکنید برای کوئری گرفتن از دیتا سورس باید این دیتا سورس ها به مجموعه تبدیل بشن، به کالکشن تبدیل بشن که کار تبدیل دیتا سورس به کالکشن بر عهده دیتا پرووایدره. همونطور که مشاهده میکنید دیتا پرووایدر کارش تبدیل دیتا سورس به کالکشن هست. اگر بخوایم از دیتا پرووایدرها یک مثال ارائه کنیم، اینتیتی فریمورک میتونه یک مثال بارز باشه. ما میتونیم با استفاده از اینتیتی فریمورک با منابع داده کار کنیم و دیتا سورس ها رو به کالکشن تبدیل کنیم و در نهایت میتونیم به وسیله لینک از این مجموعه ها کوئری بگیریم و قابلیت های افزودن، ویرایش و حذف رو هم داشته باشیم. پس زمانی که دیتا سورس ها به وسیله دیتا پرووایدر به کالکشن تبدیل شد، حالا لینک میتونه بیاد از این کالکشن ها کوئری بگیره. این نکته هم توجه داشته باشید، لینک فقط میتونه اطلاعات رو بخونه. به عنوان مثال نمیتونه عمل ویرایش رو انجام بده. همونطور که گفتم در این آموزش 30 دقیقه‌ای قصد ارائه جزئیات لینک رو نداریم. اگه شما میخواید اطلاعات مناسب و کاربردی رو در مورد ساختن پرووایدرها به دست بیارید میتونید به این صفحه مراجعه کنید و از اطلاعات و مثالهای مفیدی که در این صفحه در مورد پرووایدر برای شما قرار داده استفاده کنید. همچنین شما میتونید با توجه به نیازی که با اون روبرو هستید از پرووایدرهای توسعه داده شده توسط برنامه‌نویسا استفاده کنید. به عنوان مثال میتونید وارد گوگل بشید. شما میخواید یک اتصال با یک فایل اکسل برقرار کنید، لینک تو اکسل، و با توجه به نتایج جستجویی که برای شما بالا میاد میتونید از پرووایدرهای توسعه داده شده استفاده کنید. یا اگه میخواید با یک فایل PDF اتصال برقرار کنید، PDF، با اکتیو دایرکتوری ارتباط برقرار کنید، لینک تو اکتیو دایرکتوری، یا هر چیز دیگه ای. به عنوان آخرین مثال لینک تو فیسبوک. همونطور که مشاهده میکنید پرووایدرهایی به وسیله افراد ایجاد شدن که شما میتونید از اونها به راحتی استفاده کنید، یا همونطور که گفتم پرووایدرهای سفارشی رو خودتون ایجاد کنید و حتی میتونید این پرووایدرها رو در اختیار دیگران هم برای استفاده قرار بدید. در ادامه وارد محیط ویژوال استودیو میشیم و اطلاعات کلی که در یک پروژه برای استفاده از لینک مورد نیاز هست رو مورد بررسی قرار میدیم.
در ویژوال استودیو یک پروژه کنسول اپلیکیشن جدید ایجاد میکنم به نام لرنینگ لینک. دقت کنید که نسخه .NET فریمورک روی 4.5 یا 4.5.1 قرار داده شده باشه. اوکی. با ایجاد شدن پروژه در اولین قدم کار با لیست ها رو مورد بررسی قرار میدیم. وارد سولوشن اکسپلورر میشم و یک فولدر جدید به نام مدلز ایجاد میکنم. داخل فولدر مدلز یک کلاس به نام پرسن ایجاد میکنم. اوکی. سطح دسترسی کلاس رو پابلیک تعریف میکنم و پروپرتی های پرسن آیدی، پرسن نیم و پرسن ایج رو داخل کلاس اضافه میکنم. در ادامه انواع مقداردهی به فیلدها رو بررسی میکنیم و کار رو با چند کوئری لینک ادامه میدیم. روش اول مقداردهی. داخل program.cs یک نمونه از کلاس پرسن به نام P1 ایجاد میکنم و پروپرتی های مورد نظر رو مقداردهی میکنم که این یک روش رایجی هستش. اما روش دوم مقداردهی فیلدها یک روش مفید در زبان C# به نام Object Initializer است که در یک خط قابل نوشتنه. به این صورت یک نمونه از کلاس پرسن ایجاد میکنم به نام P2 نیو پرسن. داخل بلاک میام مستقیم فیلدها رو مقداردهی میکنم که به این روش Object Initializer گفته میشه. بریم سراغ یک مفهوم بالاتر، یعنی تعریف لیستی از جنس پرسن. به این صورت یک لیست از پرسن ایجاد میکنم، یک آبجکت میسازم و میام لیست رو با استفاده از متد اد مقداردهی میکنم. همچنین ما میتونیم برای ساختن یک لیست از جنس پرسن یک روش مفیدتر به نام کالکشن اینیشیالایزر رو به کار بگیریم. به این شکل میام یک لیست از پرسن ایجاد میکنم، یک نمونه به نام پرسنز و داخل بلاک میام لیست رو مقداردهی میکنم. اما تا اینجای کار با نحوه تعریف کلاس، ساخت آبجکت از کلاس، همچنین تعریف لیست آشنا شدید. در ادامه برای بازیابی اطلاعات به وسیله لینک چند مثال رو مورد بررسی قرار میدیم. به عنوان اولین مثال میخوام با استفاده از لینک یک کوئری بنویسم که اطلاعات مربوط به افرادی که سنشون کمتر از 40 هست رو از داخل لیست پرسنز نمایش بده. دقت کنید نحوه نوشتن کوئری با لینک. همونطور که گفتم میخوام لیستی از اطلاعات افراد رو نشون بدم. پس میام یک لیست از پرسن ایجاد میکنم به نام ریزالت 1 مساویه پرانتز باز بسته کلمه کلیدی فرام آلیاس پی این نام کالکشن پرسنز. یک شرط داشتیم افرادی که سنشون کمتر از 40 باشه. کلمه کلیدی ور آلیاس پی دات پرسن ایج کوچکتر از 40 بیا سلکت کن پی رو. تمام. کوئری ما به همین راحتی نوشته شد که به این نوع نوشتن کوئری با استفاده از لینک هم کوئری سینتکس گفته میشه. همونطور که مشاهده میکنید شکل نوشتن کوئری ما درسته اما ما با خطا مواجه شدیم. از اونجایی که خروجی کوئری های لینک لیستی از جنس system.link.iOrdered enumerable هست و ما میخوایم خروجی کوئری رو به لیست تبدیل کنیم، پس خروجی ما باید به یک لیست تبدیل بشه. ببینید ما اینجا یک لیستی از پرسن داریم، پس هدف ما بیرون کشیدن لیستی از اطلاعات. باید بیایم از اپراتور کانورژن تو لیست استفاده کنیم تا بتونیم خطای مورد نظر رو برطرف کنیم. خب یک بریک پوینت آخر بلاک قرار میدم و پروژه رو اجرا میکنم. اگر به نتیجه خروجی کوئری نگاه بیاندازیم میبینیم که دو ردیف برای ما برگردونده شده. شخصی به نام مهدی که سنش کمتر از 40 هست و ردیف دوم ما شخصی به نام امیر، همونطور که ما انتظار داشتیم از کوئریمون. در ادامه بریم جوین در لینک رو مورد بررسی قرار بدیم. پس داخل سولوشن اکسپلورر داخل فولدر مدلز یک کلاس جدید به نام
اینکام ایجاد میکنم. سطح دسترسی کلاس رو پابلیک تعریف میکنم و پروپرتی های پرسن آیدی و اماونت رو داخل کلاس اضافه میکنم. وارد program.cs میشم و یک لیست از جنس کلاس اینکام با 3 عضو ایجاد میکنم. به این صورت: ایجاد لیستی از اینکام به نام اینکامز، درآمدها و مقداردهی فیلدها با استفاده از روش کالکشن اینیشیالایزر. بعد از ایجاد لیست میخوام یک کوئری بنویسم که پرسن آیدی، پرسن نیم، پرسن ایج و اماونت رو از دو لیست پرسنز و اینکامز برای ما نمایش بده. پس برای اینکه ما این کار رو بتونیم انجام بدیم نیازمند یک دیتا تایپ ترتیبی خواهیم بود که شامل همه فیلدهای مورد نظر، یعنی پرسن آیدی، پرسن نیم، پرسن ایج و اماونت باید باشه تا بتونیم اطلاعات رو نمایش بدیم. برای این کار داخل فولدر مدلز یک کلاس دیگه ایجاد میکنم به نام پرسن اینکام. داخل کلاس میام پروپرتی های گفته شده رو اضافه میکنم، یعنی پرسن آیدی، پرسن نیم، پرسن ایج و اماونت. برمیگردم داخل program.cs تا کوئری مورد نظرمون رو بنویسیم. برای نوشتن کوئری یک لیست از پرسن اینکام به نام پرسن اینکامز ایجاد میکنم. حالا میخوام بیام کوئری رو بنویسم. from p in persons join با I in incomes on p dot person id equals I dot person id. حالا باید بیایم از object initializer استفاده کنیم. select، چون میخوایم اطلاعات رو از هر دو لیست انتخاب کنیم. select new data type person income. خب person id مساوی p dot person id و person age مساوی p dot person age و person name مساوی p dot person name و در نهایت amount مساوی I dot amount. لیستی از اطلاعات رو میخوایم نمایش بدیم، پس از conversion to list استفاده میکنم. خب کوئری مورد نظر ما نوشته شد. پروژه رو اجرا میکنم. همونطور که مشاهده میکنید 3 عضوی که داخل لیست اینکامز وجود داشتن برای ما نمایش داده میشه، یعنی پرسن آیدی 1، پرسن آیدی 2، پرسن آیدی 3 و پرسن آیدی 4، یعنی شخصی به نام امیر. از اونجایی که اطلاعاتی در مورد درآمدش داخل لیست اینکامز وجود نداشت، از داخل نتیجه کوئری قرار نگرفته. همونطور که مشاهده کردید ما تونستیم بعد از ساخت یک دیتا تایپ ترتیبی به نام پرسن اینکام اطلاعات مربوط به یک شخص رو از لیست پرسنز و اطلاعات مربوط به درآمدش رو از لیست اینکامز نمایش بدیم. اما اگر دقت کرده باشید این روش داره اشکاله، یعنی ما باید به ازای هر کوئری یک دیتا تایپ جدید بسازیم که با این کار باید تعداد زیادی دیتا تایپ بنویسیم. اما روش معقول اینه که ما بیایم از انونیمس تایپ ها استفاده کنیم، یعنی به جای اینکه بیایم لیستی از پرسن اینکام ایجاد کنیم بیایم یک لوکال وریبل تایپ اینفرنس ایجاد کنیم با استفاده از کلمه کلیدی ور به نام پرسن اینکامز 2 و این بار بیایم کوئری رو به این صورت بنویسیم: from p in persons join I in incomes on p dot person id equals I dot person id و در زمان سلکت کردن اطلاعات به صورت object initializer بدون فراخوانی دیتا تایپ خاصی اطلاعات مورد نظر رو بیرون میکشیم. select new از لیست persons
قراره person ID, person age و person name رو بیرون بکشیم. پس p دات person ID و p دات person age و p دات person name. همچنین از لیست اینکامز هم درآمد رو میخوایم بیرون بکشیم. i دات amount. تمام. پس بدون ایجاد دیتا تایپ ترتیبی خاصی تونستیم کوئری قبل رو به این صورت بازنویسی کنیم. در ادامه عبارات لامدا در سی شارپ رو مورد بررسی قرار میدیم. ببینید عبارات لامدا یک تابع رو به عنوان خروجی برمیگردونن و توانایی تعریف توابع اینلاین رو برای ما فراهم میکنن. ما میتونیم کوئریامون رو به صورت سینتکس متد یا همون لامدا بنویسیم. الان من میام دو کوئری که بالا نوشتیم رو با استفاده از سینتکس متد یا همون لامدا بنویسم. یعنی کوئری که اطلاعات مربوط به افرادی که سنشون کمتر از 40 بود رو نشون میداد و همچنین کوئری که اطلاعات مربوط به افراد به همراه درآمدشون رو برای ما نمایش میداد. به این صورت استفاده کردم از کلمه کلیدی ور متغیر ریزالت 2 list persons dot where p آنگاه p dot person age کوچکتر از 40 بود اطلاعات رو به صورت لیست برای من برگردون و داخل متغیر ریزالت 2 قرار بده. همونطور که گفتم ور یک لوکال وریبل تایپ اینفرنس هست. اینجا ور به عنوان یک اکستنشن متدز برای ما شناخته شده است و همچنین این عبارت شرطی که ما نوشتیم به عنوان لامدا اکسپرشنز معرفی میشه. تا اینجای کار نحوه نوشتن کوئری اول به وسیله لامدا رو شما مشاهده کردید. بریم سراغ نوشتن کوئری دوم به صورت متد سینتکس یا لامدا. به این صورت ما میتونیم کوئری مورد نظر رو بنویسیم. ور متغیر person incomes 2 list persons dot join لیست اینکامز و p آنگاه p dot person id و i آنگاه i dot person id ردیف هایی که person id شون برابر همه و انتخاب فیلد های مورد نظر از persons و incomes. new p dot person id p dot person age p dot person name و i dot amount و در آخر تبدیل خروجی کوئری به لیست. و این هم از نحوه نوشتن عبارات لامدا در سی شارپ. خب همونطور که مشاهده میکنید یک مقدار کار پیچیده است. پس بهتره که از روش اول یعنی کوئری سینتکس استفاده کنیم. روش دوم یعنی متد سینتکس کمتر استفاده میشه ولی در بعضی از مواقع واقعا برنامه‌نویس رو نجات میده. حالا شما زمانی که داخل پروژه کاربردیتون بخواید کوئری های مختلفی رو بنویسید با تکنیک های این دو سینتکس بیشتر آشنا خواهید شد. فقط در اینجا ما می‌خواستیم نحوه نوشتن کوئری به وسیله کوئری سینتکس و متد سینتکس یا همون لامدا رو برای شما نمایش بدیم و شما بدونید که چگونه میشه از لینک برای کوئری گرفتن از یک مجموعه استفاده کرد. خب بریم سراغ یک منبع داده. همونطور که در ابتدای آموزش گفتم به عنوان مثال دیتابیس و یک دیتا پرووایدر، انتیتی فریمورک و عملیات های خواندن، افزودن، ویرایش و حذف رو مورد بررسی قرار بدیم. در قدم اول با روش کد فرست میایم یک دیتابیس ایجاد میکنیم تا بتونیم عملیات های خواندن، افزودن، ویرایش و حذف رو در یک دیتا پرووایدر برای شما مورد بررسی قرار بدیم. برای ایجاد دیتابیس وارد سولوشن اکسپلورر میشم. کلاس پرسن تغییراتی رو داخل این کلاس ایجاد میکنم. خب میخوام یک رابطه یک به چند بین پرسن و اینکام برقرار کنم. میام از یک نویگیشن کالکشن پروپرتی استفاده میکنم به این صورت.
داخل کلاس میام یک کانستراکتور ایجاد میکنم و داخل کانستراکتور میام از هش ست استفاده میکنم که یک نوع کالکشن بهینه شده است به این صورت که مشاهده میکنید. وارد کلاس اینکام میشم. داخل کلاس اینکام هم باید یک تک آبجکت از کلاس پرسن قرار بدم برای برقراری ارتباط یک به چندمون. به این صورت بعد از اضافه کردن تک آبجکت از کلاس پرسن میام کلید اصلی جدول رو مشخص میکنم. یک پروپرتی به نام اینکام آیدی ایجاد میکنم. تا اینجای کار ما قراردادهای پیش‌فرض رو برای ایجاد یک رابطه یک به چند بین پرسن و اینکام ایجاد کردیم. پس یک بار دیگه کاری که انجام دادیم رو مرور میکنیم. داخل کلاس پرسن یک کالکشن نویگیشن پروپرتی به نام اینکامز قرار دادم. از اونجایی که هر پرسن میتونه چند تا امانت داشته باشه، پس داخل کلاس پرسن یک کالکشن نویگیشن پروپرتی از اینکام قرار دادم و داخل کلاس اینکام یک تک آبجکت از کلاس پرسن قرار دادم. اما کلید اصلی های این دو کلاس، قراردادهای پیش‌ورز در کد فرست میان به نام پروپرتی ها نگاه میکنن. اگر نام پروپرتی شامل نام کلاس به علاوه کلمه آیدی باشه، پس این فیلد به عنوان کلید اصلی قرار میگیره. در کلاس پرسن هم به همین صورت. و کلید خارجی هم که مشخصه دیگه، پروپرتی که هم نام کلید اصلی کلاس پرسن آیدی هست به عنوان کلید خارجی در جدول اینکام قرار میگیره. در ادامه باید کلاس کانتکست که مشتق شده از دی بی کانتکسته که مسئول تعامل داده هاست، یا به عبارت دیگه کلاسی که بستر ارتباط با بانک اطلاعاتی ما رو فراهم میکنه ایجاد کنیم. سولوشن اکسپلورر کلیک راست روی نام پروژه اد کلاس، نام کلاس رو لینک لرنینگ انتیتیز قرار میدم. اد کلاس رو باید مشتق کنم از دی بی کانتکست، اما قبل از این کار میام آخرین نسخه انتیتی فریم ورک رو روی پروژه نصب میکنم. کلیک راست میکنم روی نام پروژه، manage NuGet packages، انتیتی فریم ورک رو سرچ میکنم. آخرین ورژن انتیتی فریم ورک یعنی 6.1.1 رو روی پروژه هم نصب میکنم. انتیتی فریم ورک با موفقیت روی پروژه ما نصب شد. اگر به رفرنسز نگاهی بیاندازیم میبینیم که انتیتی فریم ورک به همراه متعلقاتش داخل پروژه ما نصب شد. حالا میام کلاس رو از db context مشتق میکنم. نیم اسپیس using system.data.entity رو اضافه میکنم. داخل کلاس میام یک کانستراکتور پایه ایجاد میکنم. به این صورت به عنوان پارامتر ورودی به کانستراکتور پایه نام کانکشن استرینگ رو پاس میدم. بعداً داخل فایل اپ کانفیگ میریم تنظیمات مربوط به کانکشن استرینگ رو انجام میدیم. نام کانکشن استرینگ اون پس باید لینک لرنینگ انتیتیز باشه و در ادامه باید دو DB ست برای پرسن و اینکام هم ایجاد کنیم تا جداول ما داخل دیتابیس ایجاد بشه. DB ست های مورد نظر هم به کلاس لینک لرنینگ انتیتیز یا همون کلاس کانتکستمون اضافه کردیم. قدم بعدی باید وارد فایل اپ کانفیگ بشیم و تنظیمات مربوط به کانکشن استرینگ رو انجام بدیم. در این قسمت کانکشن استرینگز، کانکشن استرینگ مورد نظر رو اد کردم. نام لینک لرنینگ انتیتیز رو برای کانکشن استرینگ انتخاب کردم. توجه داشته باشید این نام باید با نام پارامتر ارسالی در کانستراکتور پایه یکسان باشه. دیتا سورس دات اینیشیال کاتالوگ، نام دیتابیس اونو لینک لرنینگ قرار دادم. یوزر آیدی SA پسورد 1234 و مالتیپل اکتیو ریزالت ستس رو برابر ترو قرار دادم و پرووایدر نیم هم بر روی system.data.sql client تنظیم کردم. بعد از
اضافه کردن کانکشن استرینگ به کلاس کانتکست اون برمیگردم. همچنین میخوام اطلاعاتی رو هم به عنوان تست داخل ستونهای جداول اضافه کنم. وارد program.cs میشم و کدهای مورد نظر رو داخل program.cs اضافه میکنم. بستر ارتباط با بانک اطلاعاتی رو فراهم میکنم. یک لیست از پرسن ایجاد میکنم. پروپرتی ها رو مقداردهی میکنم. میخوام 3 ردیف به جدول پرسن اضافه بشه. همچنین 3 ردیف به جدول اینکامز. برای اضافه کردن کالکشنی از اطلاعات از متد اد رنج استفاده میکنم. اطلاعات رو به کانتکست اضافه میکنم، هم برای پرسنز و هم برای اینکامز، و در نهایت با فراخوانی متد سیف چینز اطلاعات رو داخل دیتابیس ذخیره میکنم. یک بار پروژه رو بیلد میکنم، کنترل شیفت بی. حالا میام پروژه رو اجرا میکنم. همونطور که مشاهده میکنید دیتابیس با موفقیت ایجاد شد، اطلاعات هم با موفقیت داخل جداول دیتابیس ذخیره شد. بریم وارد سرور اکسپلورر بشیم و با دیتابیس ارتباط برقرار کنیم و ببینیم آیا دیتابیس مورد نظر به همراه جداول و اطلاعات ایجاد شده یا نه. Connect to database. server name dot. استفاده میکنم از سرور اتنتیکیشن. SA پسورد رو وارد میکنم. دیتابیس مورد نظر. اسم دیتابیسمون لینک لرنینگ بود. اوکی. تیبلز. همونطور که مشاهده میکنید 2 جدول اضافه شد به نام اینکامز و پیپل. آیا اطلاعات هم به جداول اضافه شده؟ بله. اطلاعات مربوط به جدول پیپل، اطلاعات مربوط به جدول اینکامز. همونطور که مشاهده میکنید ارتباط بین جداول و کلیدهای اصلی و خارجی جداول هم برای ما مشخص شده. خب بریم سراغ انتخاب اطلاعات در انتیتی فریمورک. کدهای قبل رو بجز نمونه ساخته شده از لینک لرنینگ انتیتیز رو کامنت میکنم و یک مثال در مورد انتخاب اطلاعات در انتیتی فریمورک رو مورد بررسی قرار میدم. بریم لیستی از اطلاعات موجود در جدول پرسنز رو به دست بیاریم. ور پرسن مساوی context dot people dot to list. یک بریک پوینت آخر بلاک قرار میدم، پروژه رو اجرا میکنم. همونطور که مشاهده میکنید 3 ردیف داخل جدول پیپل ما وجود داشت و هر 3 ردیف به عنوان نتیجه خروجی کوئری برای ما برگردونده شد. اما به عنوان مثال دوم یک کوئری می نویسیم که نام و درآمد هر یک از افراد رو برای ما نمایش بده. به این صورت کوئری که نوشتیم برای ما نام و درآمد هر یک از افراد رو نمایش میده. پروژه رو اجرا میکنم. اگر خروجی کوئری رو مشاهده کنیم میبینیم که نام و درآمد هر یک از افراد رو برای ما نمایش داده. اما مثال سوم یک کوئری میخوایم بنویسیم که فقط اطلاعات یک فرد با شماره پرسنلی 1 رو برای ما نمایش بده. به این صورت context.people.where اینجا از لامدا استفاده کردیم. p آنگاه p.personid مساوی 1 بود. اطلاعات مربوط به شخصی با آیدی 1 رو برای ما نمایش بده. نکته‌ای که در مورد این کوئری باید خدمت شما عرض کنم استفاده از فرست اور دیفالت. ببینید کوئری های لینک حتی اگه ما یک تک آیدی رو انتخاب کنیم همیشه خروجی رو به صورت لیست برای ما برمیگردونه. در مثالی که نوشتیم اگر از فرست اور دیفالت استفاده نکنیم یک لیست برگردونده میشه که حاوی یک ردیفه، ولی ما یک تک ردیف میخوایم، به همین دلیل اومدیم از فرست اور دیفالت استفاده کردیم.
اما همین مثال رو ما میتونیم به یک شکل دیگه هم با استفاده از لامدا بنویسیم. به این صورت پروژه رو اجرا میکنم. همونطور که مشاهده میکنید اطلاعات مربوط به شخصی با آیدی 1 نمایش داده میشه. کوئری بعدی هم به همین صورت اطلاعات مربوط به شخصی با آیدی 1 برای ما نمایش داده شده. اما در ادامه میخوایم با یک مثال اطلاعات موجود در جدول پیپل رو نمایش بدیم. به این صورت عمل میکنیم. یک حلقه پیمایشی روی جدول پیپل میزنیم و اطلاعات مربوط به نام و سن افراد رو نمایش میدیم. پروژه رو اجرا میکنم. همونطور که در خروجی مشاهده میکنید اطلاعات موجود در جدول پیپل برای ما نمایش داده شد. اما افزودن داده ها با استفاده از انتیتی فریمورک. برای این کار به این صورت عمل میکنیم. خب من اومدم از کلاس رندوم یک آبجکت به نام R&D ایجاد کردم که با این کار دیگه از کاربر برای وارد کردن اطلاعات سوال نپرسم. یک نمونه از پرسن ایجاد کردم و یک ردیف رو به پرسن اضافه کردم. اطلاعات رو داخل کانتکست اد کردم. همچنین برای اینکامز هم به همین صورت پرسن آیدی و امونت رو مقداردهی کردم و اطلاعات رو به کانتکست اضافه کردم و در نهایت با استفاده از متد سیو چنج اطلاعات رو داخل دیتابیس ذخیره کردم. کدی که برای نمایش اطلاعات موجود در جدول پیپل نوشته بودیم رو از اینجا کات میکنم و بعد از افزودن اطلاعات در دیتابیس پیست میکنم. پروژه رو اجرا میکنم. همونطور که در خروجی مشاهده میکنید یک ردیف جدید به جدول پیپل اضافه شد. در ادامه میخوام به روزرسانی داده ها در انتیتی فریمورک و حذف داده ها در انتیتی فریمورک رو مورد بررسی قرار بدم. یعنی یک کوئری میخوام بنویسم که 5 سال به سن افراد اضافه کنه و همچنین کوئری بنویسم تا افرادی که درآمد ندارن رو حذف کنم. به این صورت با استفاده از این خط کد به سن هر یک از افراد 5 سال اضافه میکنم و با استفاده از این کوئری افرادی که درآمدی ندارند رو حذف میکنم. پروژه رو اجرا میکنم. همونطور که مشاهده میکنید 5 سال به سن همه افراد اضافه شد و اطلاعات افرادی که درآمد ندارن هم از دیتابیس حذف شد. خب با آخر آموزش رسیدیم. همونطور که در ابتدای آموزش خدمتتون عرض کردم هدف این آموزش آشنایی شما با نحوه کوئری گرفتن با استفاده از زبان لینک بود. همچنین در ادامه از یک دیتا سورس و یک دیتا پرووایدر استفاده کردیم. نحوه خواندن اطلاعات از دیتابیس رو برای شما با یک مثال مورد بررسی قرار دادیم. همچنین عملیات‌های افزودن، ویرایش و حذف رو هم با کمک دیتا پرووایدرمون یعنی انتیتی فریمورک برای شما انجام دادیم.